داری خودتو تو آینه میبینی. داری کجا میری؟ ببین صبح شده. الان دیگه مردم واسه دیدن مقبره ما پیداشون میشه. مردم میان و عشق ما رو به یاد میارن. یکی داستان عشق ما رو تعریف میکنه و یکی هم میشنوه. 400 ساله که گذشته. توی این 400 سال چقدر همه چی عوض شده مگه نه؟ حتی راه و رسم زندگی هم عوض شده. ولی قصه عشق جودا و اکبر عوض نشده. این خورشید که شاهد این عشق بوده عوض نشده. 400 سال بعد هم مردم از عشق ما خواهند گفت. ولی فقط من و تو میدونیم که در واقعیت چه اتفاقی افتاد. وقتی که من فقط جلال بودم، همون جلالی که فقط یک رنگو میشناخت، فقط یک رنگو میفهمید و فقط یک رنگو جاری میکرد: خون. حمله! این داستان زمانی آغاز شد که شمشیر یک جوان 15 ساله از غلاف بیرون آمد. شمشیر مزه خون را چشید و جنگ را آموخت. یک فرصت: زندگی یا مرگ. زندگی. بهت بخشیدمش. جای اشتباهی و هدف گرفتی. جلال قلب نداره. جنگجویانی که قلب دارن نه فاتحی دارن نه زندگی، فقط مرگ. اونم مرگی با ذلت. چشماشو باز کنید، سر بریدشو ببرین پیش اربابش. بهش بگین با دقت به چشماش نگاه کنه. توی چشم چپش ترس از جلال خواهد دید،
و توی چشم راستش بی پناهی اربابش. هر کسی در مقابل جلال سر بلند کنه سرشو از دست میده. راستی اینم بگین، هدیه جلال تنها وحشته. وحشت جلال در هوای هندوستان غزیده است. بهرام خان یک جوان 15 ساله بیرحم را به عنوان فرمانده منصوب کرد. توی جنگجویی جلال، فتح کردن مذهب توه. این شمشیر همدمته، سلطنت عشق توه و وحشت بیرحمانه شهرت توه. این سرزمین رو فتح کن و نقشه هندوستان رو تغییر بده. شمشیر متعلق به جلال بود ولی جنگ از آن بهرام خان. جسم متعلق به جلال بود ولی روح از آن بهرام خان. بهرام خان بود که به جلال آموخت در سینه یک جنگجو قلبی وجود ندارد.